افشاگری پوریا پوتک. این وایس پوتک رو بشنویم. پیرن تو کچیبی یه بتل فیک باش کردم اونم چسبیده در کونه ما پول در بیاره. حاجی استارلینکا که تخمم بده یه کدوم کسخاری واسه مردم اینا رو میفرسته آخه. پیرت تو مردم پولو بچسب. پول یه گفتم کامنت بذارین پول میدیم. کی پول میده آخه؟ نه آخه میدونی چیه پول الیتو رو مثلا دارم شیر خوش گرفتم خوردم. نه مثلا الکی گفتن سرطان دارم فن جمع کنم. نه مثلا این وایس فیک بود و یا فشار بخور. جنگ یک فوار تایم. سلام رفقا، خوش اومد به یه ویدیوی دیگه. آها یه آتیشتون رو بخوابونید. این وایس جایی نفرستید، این وایس فیک بود. حالا اگه خواستید دوستاتون رو اسکرول کنید براشون بفرستید. وایسی بود که کاملا با هوش مصنوعی ساختیمش. نگردید دنبال هوش مصنوعی که مثلا بخواید راحت بسازید از این وایس ها و اینا. میدونید چون که این وایس هوش مصنوعی خودمون ران کردیم و وایس ای آی و اینا نیست. اونا اصلا کوالیتی اینجوری بد نمیدن که سر انقدر شایع بشه. و یه ریسپکت داشتم فرشاد فاما که داریم با هم کاراشو میکنیم. به زودی کلی خبر قراره بشنوید. حالا لینک چنل فاما رو میذارم دیسکریپشن. و قراره که یه خبر مهم الان بهتون بدم و بعد بریم سر اون قضیه وایس صحبت بکنیم با هم. از این به بعد انیمیشن‌های بند یک قراره اکثرش و 90% بره روی قضیه هوش مصنوعی و صداش و وکال‌ها با هوش مصنوعی در بیاد و صدای خود آرتیست رو قراره که استفاده بکنیم از این به بعد اگه خدا بخواد. برای اکثر آرتیست‌ها، برای بعضی آرتیست‌ها نمیشه حالا به سری دلایل. آره این از این موضوع. و اینکه بچه‌ها از این به بعد توی فضای مجازی و توی سوشال مدیا هیچی رو باور نکنید. چه میدونم رونالدو اومده با چه میدونم اندی رقصیده، هر اتفاقی، هر چیزی تصویری، صوتی، همه رو دیگه الان میشه چنج کرد. خیلی با کیفیت بالا هم میشه اومد عوض کرد صورت و این داستانا رو. اینم من امروز بهتون نشون دادم که بهتون بگم از این به بعد تو رپ فارسی اگه وایس شنیدید به هیچ عنوان باور نکنید، به هیچ عنوان باور نکنید. مثلا این وایس که الان شنیدید روش کار کرده بودیم. من صدای اصلی رو براتون پلی میکنم الان که متوجه بشید چه صدایی تبدیل به چه صدایی شده. فیک باش کردیم اونم چسبیده در کونه ما داره پول در میاره. استارلینکا که تخممه دیگه کدوم کسخالی واسه مردم اینا رو میفرسته آخه. آخه میدونی چیه پول الیتو رو مثلا دارم شیر خوش گرفتم خوردم، یا مثلا الکی گفتم سرطان دارم فن جمع کنم، یا مثلا این وایس فیک بوده. گفتم کامنت بذاریم پول میدیم کی پول میده آخه. تصفیه‌ها ما فرستادیم کسی نریده گرفتم خوردم. یا مثلا الکی مثلا هیچ مشکلی با پول پوتک ندارم، بخاطر همش شوخی بوده و فقط بخاطر اینکه بتونیم در بیاریم اینا دیگه. هم فاینال شده کار بود که شنیدین. پیرن تو کچیبی یه بتل فیک باش کردم اونم چسبیده در کونه ما پول در بیاره. و آره اگه کامنت های این ویدیو به چند تا بگم به 600 تا برسه که حالا به هر حال اگه بتونید برسونید یه آموزش ضبط میکنم، میگم که چجوری به ای آیش دسترسی پیدا بکنید. کار سختی نیست اونقدر، ولی خب باید یه کوچولو بلد باشید و بتونید صدای هر کی میخواید در بیارید. 600 تا کم واسه این داستان. هزار تا کامنت ای گذاشتید که ان شاءالله که نمیذارید، چون که من نمیخوام رسپی رو بگم به کسی. آموزش میذاریم با خود فرشاد میام صحبت میکنیم راجبش. بچه‌ها یه چیزی هم بگم اول ویدیو، پوریا پوتک رو انقدر حسیت نکنید. خودش اوکی دزدی کرده، این کارو کرده، دزدی محتوا کرده، خود من هم این ویدیو ساختم، ولی یه سری هیتر دارن یه جای دیگه میزننش که انگار همچین وایسی واقعا ازش شنیدن. شما وقتی میای حرف همه رو باور میکنی، حرف پوتک رو باور نمیکنی، یعنی زاویه داری با پوتک. من تو ویدیوم راجعش حرف زدم، گفتم من هیتر پوتک نیستم، ولی خب این قضیه دزدی محتوا باید درست بشه، همین قضیه اشتباهه، این چیزی که میدونیم و بیاد سری مدارکم رو کنی که آقا ما کمک کردم. اگر این کارو نمیکنی بگو دیگه، نگو من کمک کردم دیگه، اون کمک کردم رو هیچ وقت نگو، یا مدرک بیار بده به مردم، یا نگو دیگه آقا نه کسی کاری نداره به خدا. کلت که بالا سرت نمیگیرن، میشه جونت، پول تو خودت بده، خودت هم استفاده کردی، میشه جونت. و اینکه همین این ویدیو امروز هم شوخی بود، لطفا فنای پوتک بعد برداشت نکنن. خواستم پوتک این کارو بکنم چون که باحال‌تر بود دیگه، چون قبلا یه وایس پوتک در اومده بود که معلومم نیست وایس واقعی پوتک بوده یا نبوده، هنوز اون که بوده حالا کار ندارم با اونها. ولی آره از این به بعد قراره کلی از این داستانه اینجوری ببینید و کلی صدا عوض کردن ببینید. یه دونه نمونه دیگه هم میخوام بهتون نشون بدم پشماتون بریزه. این صدای اولی که بهش دادم صدا منه. از این الماس فقط یه دونه است، کمیاب نه فقط یه دونه است. این صدایی که بهش دادم و چیزی که تحویل گرفتم من. از این الماس فقط یه دونه است، کمیاب نه فقط یه دونه است. صدا مهراده بچه‌ها. ببینید میگم حالا با یو آی رو بگو مختلف داریم تست میکنیم و این که خودمون ساختیم بستشه به نظرم. و فرشادم کلی کار خفن داره میکنه، داره موزیک میزنه با ای آی و قرار بشنوید موزیکایی که ورسایی که از خیلی از بچه‌ها نشنیدین و یهو با صدای اون آرتیست بشنوید. آرتیستی که از موزیک نداده یهو الان بیاد یه موزیک بده و با پروداکت فرشاد فاما
و آره خلاصه منتظر باشید، کلی از این کارهای خفن قراره بکنیم. برعکس یوتیوب رو حتما سابسکرایب بکنید، قراره کلی انیمیشن با صدای خود آرتیستا بیایم براتون و آموزشای ای آی براتون بذاریم. کلی از این وایس های باحال قراره من دارم تو این پوشه ها که براتون پلی نکردم، یا چه میدونم اینم براتون یه لحظه من پلی بکنم متوجه میشید که داستان از چه قرار رو داریم، از چی حرف میزنیم ما کلا امروز. صبر کنید، نه صبر کن، امروز برات برنامه ها دارم. بچه‌ها مثلا اینو گوش بکنید، موزیک امیر ریباره با صدای پوتک. ساخر و بانک عشقش بیزم زیر پتون بلفام سنگین دیگه هم سیاه فکرام مغزم و بیگا خبری نیست به سایده تو به رفت نمیخونی باید ها پی کنی ریسپکت به داداشم فاما. بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. آره این وایس هم که الان شنیدین یه ورسی بود که از ریبار بود و پوتک داشت میخوند. خلاصه میگم یعنی اینجوری میشه اینا رو چنج کرد و اینجوری میشه انقدر تاثیر گذاشت روی یه صدا و الان صدا رو راحت میشه تغییر داد و هر صدایی که بخوای میتونی در بیاری. این هم خوبه هم بد. خوبش به خاطر اینکه میگیم میخندیم، بعدش واقعا دارک قضیه است. چه میدونم دیگه الان وایس هیچ مدرکی حساب نمیشه. ما قبلا وایس میگرفتیم این چیزی که مدرک حساب بشه بعدن تو دادگاه استفاده بکنیم. الان دیگه اونم هیچی به هیچیه و این وضعیت جلو بره ما میتونیم ویدیو بسازیم و کلی آدم قراره بیکار شن. چه میدونم اون آدمایی که سر دستگاه وای میستن اینو از اینجا میذارن اینجا بیکار شده بودن 20 سال پیش، الان برنامه نویسا دارن داستان میشن. چه میدونم انیمیشن سازی من مطمئنم تو 1-2 سال دیگه انقدر ای‌آی مختلف میاد. همین الانم اومده ولی بازم باید انسان باش کار بکنه. انقدر ای‌آی مختلف میاد تو سناریو بده انیمیشن تحویلت بده، میدونی؟ و اینا باعث میشه که یه کوچولو آدما تنبل‌تر بشن و کنگوشات بشن به نوعی. و من اصلا اینو نیستمش در این حد ای‌آی بخواد پیشرفت کنه، ولی ما باید هم راستا بشیم با این قضیه و 1-2 ماه فعالیت کردن ما هم همین موضوع بود که می‌خواستیم ای‌آی رو در بیاریم و من به شدت 24 ساعتی پای این قضیه هم انیمیشن قراره بیاد بیرون. تو 1-2 ماه اگه یوتیوب رو دنبال نمی‌کردی اینستاگرام کاش دنبال می‌کردی، اونجا کانتنت ها رو می‌ذاشتم، ولی از یوتیوب هم از این به بعد قراره بیاد دیگه. خلاصه می‌بینی که چه وضعیتیه و قراره که با ای آی دهن بدخواهاتون رو سرویس بکنیم و هی انیمیشن بذاریم. باگ انیمیشن قدیمی مثل تاج و رپ و اینا همتون میگفتید دوبله است، دوبله شبیه نیست، دوبله شبیه نیست، دوبله شبیه نیست. الان دوبله خودشونه و این پشمیدونی این داستانو میرسونه و امیدوارم که لذت ببرید در آینده از این ویدیوها و دیگه بیشتر از این حرف نزنم. تاج و رپ هم بچا 3 قسمتش رو داریم آماده میکنیم. آماده شد 3 قسمت، بعد شروع میکنم با آپلود، یعنی قبلش آپلود نمیکنم به هیچ وجه من الوجود. یکم سر صدا این دور برمی اومد و از من ناراحت نباشید. این وایسی هم که امروز شنیدی و بفرست برای دوستات اسکلشون کن. این ویدیو رو لینکشو بفرست بعدش بگو ببین از ای آی و ایناست دیگه. وایس اصلی هم که برات پلی کردم. چاکرتونم بچه‌ها. کلی کانتنت داریم از این به بعد. قراره که یه سری پرانک رپیتور بگیرم تو خیابون، یه سری کانتنت با بقیه بچه‌ها قراره بگیریم. یوتیوب خلاصه دریابید تا چند وقت دیگه با انیمیشن ها هم برگشته و برمیگرده. یه چنل جدیدم زدم رو یوتیوب، فعلا لینکشو براتون نمیذارم. اونم چنل دوممونه و قراره که اونجا هم کار بکنیم و انیمیشن هفته‌ای 4 تا بذاریم. عشق دارید. بنده کو فراموش نکنید. اینم بدون عینک من.